سلام خدمت همه عزیزان. امروز جمعه 7 اردیبهشت این صعود و باشگاه سرکچال به خاطر گرامی داشته حسین صادق زاده کوهنوردی که در همینجا به دلیل بهمن از دنیا رفت و یکی از کوهنوردای قوی باشگاه اسپیلت بود. اسمم ایران، خاکم بوسیدن داره، شور شیرانم تو میدون دیدن داره. چی توی دنیا زیباتر از این تصویره، وقتی تا ابرا این پرچم بالا میره. اسمم ایرانه، آهنگم شورانگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. جرأت توی خاکم گل کرده، هر کی که اراده منو دیده هل کرده. عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. 12 مرداد صعود به قله علم‌کوه همراه با 20 نفر از اعضای باشگاه سرکچال. صعود به قله دهمن یال شمال شرقی 14 نفر صعود کردن که 7 تا برای اولین بار صعود کردن. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. این برنامه گلگشت دره امروز ماست که ملاحظه میفرمایید. بچه ها گلگشت دره خوش میگذره. عطا تو مسیر این تازه اولشه، سالی که نکوز از بهارش پیداست.